جمعه ماه رمضان مسجد الاقصی پس از نماز صبح اوج درگیری بین فلسطینیان و نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل. این تنش‌ها از نخستین ساعت‌های پس از نماز صبح آغاز شد. محوطه مسجد الاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان در محاصره 1000 مأمور پلیس و امنیتی اسرائیل. با ادامه و تشدید درگیری‌ها شمار زخمی‌ها بیشتر می‌شود. به گفته هلال احمر فلسطین در چند ساعت اول 100 نفر زخمی شدند و تا ظهر منابع بیمارستانی شمار آنها را بیش از 150 نفر گزارش کردند. نگرانی از افزایش شمار آنهاست. مدیر مسجد الاقصی میگوید سومین مکان مقدس مسلمانان خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد. امروز دوبار درگیری در مسجد الاقصی اوج گرفت. اول وقت نماز صبح به زنان و مردان و همه کسانی که در صحن مسجد بودند حمله شد. حمله دوم حدود 8:30 صبح بود که پلیس به داخل مجتمع حمله کرد و حدود 100 نفر زخمی شدند. والله متعال سر مسلمانای مظلوم فلسطین که تروریستای اسرائیلی همیشه بمبارد میکنن و تروریستای امریکایی اونا را توجیه میکنن و تایید میکنن. الله متعال هر کسی که ظالما و تروریستای اسرائیل تایید میکنن الله پاک اونا را نابود بکنه. والله متعال کسایی که در فلسطین و در دیگر جاها به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه میکنن و جهاد میکنن الله متعال اگر اونا به شهادت میرسن در جمله شهدا اونا را محسوب بکنن. و سلام احترامات خاص خود برای تمام مسلمانان در کل دنیا در هر جایی که هستیم تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل عام و انتم بخیر. زمجري